خیلی خلاصه و دقیق میخوام بگم چرا طراحی به روش چارلز بارک و سبک آکادمیک بهترین و صحیح‌ترین مسیر آموزش طراحیه. ببینید، بارک یعنی طراحی بدون حدس، یعنی قبل از احساس، قبل از سلیقه، تناسب، دقت و دید درست. چارلز بارک، نقاش و چاپگر فرانسوی، کسی بود که طراحی رو از حالت تجربی و شانسی وارد یک مسیر کاملا علمی و مرحله به مرحله کرد. در روش بارک اول یاد میگیری درست ببینی، بعد یاد میگیری درست اندازه بگیری و بعد تازه اجازه داری طراحی کنی. اینجا خبری از خط دلخواه و حدس نیست. هر زاویه، هر فاصله، هر نسبت باید ثابت بشه. اگه میخوای نقاش حرفه‌ای بشی، قبل از سبک، قبل از تکنیک، قبل از سیاه قلم و رنگ، باید طراحی آکادمیک رو بلد باشی. روش بارک بهت این قدرت رو میده که بعداً هر سبکی، رئال، کلاسیک، پورتره یا فیگور، آزاد و مسلط کار کنی. این پایه‌ایه که اگه درست ساخته بشه هیچ وقت فرو نمیریزه. اگه میخوای PDF کتاب چارلز بارک و آموزش‌های رایگان این تکنیک رو دریافت کنی، کلمه بارک رو کامنت کن. و اگه طراحی رو جدی دنبال میکنی، این ویدیو رو سیو کن و بفرست برای کسی که میخواد درست شروع کنه. من امیر معرف هستم. توی پیجم طراحی و سیاه قلم رو به صورت متفاوت بهت یاد میدم و نکاتی رو میگم که معمولاً کسی نمیگه. اگه بهش علاقه داری و به کارت میاد، فالوم کن.